سلام علیکم و رحمت الله و برکاته خدمت تمام بیننده های عزیز و همیشگی تلویزیون هلال. خیلی خرسند هستم که در روز عید در خدمت شما عزیزان قرار دارم. عید همه شما مبارک باشه. امیدوار هستم از ایام رمضان به طور اعظمش استفاده معنوی کرده باشین و امیدوار هستم پس از رمضان هم روزهای ما رمضانی سپری شده باشه و حداقل تمام تلاش هایی که ما در رمضان کردیم او را از دست ندیم و همه قسم در ادامه عید در تجلیل عید و بعد از عید همه قسم خود مسلمان ها و مؤمن های رمضانی نگه بداریم. بازم عید تک تک شما عزیزان مبارک باشه. ویژه برنامه عید با هلال است و من شمیم امینی در خدمت شما عزیزان قرار دارم و امروز قرار است که مهمانای داشته باشیم با استودیو با ما که امروزشان صحبت های خود داشتیم. میریم به یک وقفه کوتاه و دوباره با مهمان عزیز ما برمیگردیم. با ما همراه باشید. عرض سلام مجدد خدمت او عزیزایی که تازه نشستن پای تلویزیون هایشان و برنامه اختر با هلال سر تماشا میکنن. بازم عید همه شما عزیزان مبارک باشه. در روز سوم عید عید فطر قرار داریم و من شمیم امینی در خدمت شما عزیزان هستم و در استودیو با خود مهمان داریم بانو بهشته موحده که استاد یکی از دانشگاه ها هستند. عرض سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدین. عیدتان مبارک باشه. در ابتدا بر ما بگوین که عید شما چه قسم آغاز کردین و دو روزه که سپری شد چگونه سپری شد؟ آیا از عید شما راضی بودین به حدی که باید لذت می بردین و جشن می گرفتین مطابق به قناعت شما بود یا خیر؟ الحمدلله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله. تقبل الله منا و منکم صالح الاعمال. با امید از که الله تبارک و تعالی طاعات و عبادات ما را قبول کرده باشه و عید سعید فطر را به تمام مسلمان های جهان تبریک عرض می کنم و خصوصا برای شما و برای دوستانی که همین لحظه ما را از طریق پرده های تلویزیونشان تماشا می کنن. با امید از که روزای خوب خوشی را سپری کرده و کنون هم داشته باشین. خب تجلیل عید را الحمدلله به مو عبادت آغاز کردیم با اذکاری که بودن و به شیوهی که رسول الله صلی الله علیه و سلم بیان میکنن. دیگه عید خوب خوشی را داشتیم تا اکنون الحمدلله. خیلی خوب. قسمی که میفهمیم امروز در روز سوم عید قرار داریم و دو روز عید سپری شد. چی کارهایی کردین روز اول عید و روز دوم عید و همچنان به روز سوم عید که هنوز در آغازش قرار داریم چی پلان هایی دارین که امروز باید انجام بدین؟ خب روز اول عید را واقعیت یک کمکی غمگین بودم به خاطر مسئله قدس مسجد الاقصی و مشاهده حوادثی که بالای مسلمان ها آمد. ناراحت بودم، لیکن روز دوم و سوم که امروز هست را الحمدلله به خوبی سپری کردیم. دیگه خانه بعضی از دوستام رفتیم دیدار کردیم از اساتید محترم ما. البته جا داره که اوید از عزیزایی را که ما هنوز نتانستیم به خدمتشان بریم از اینجا بهشان سلام و احترامات تقدیم بکنیم، دستایشان را ببوسیم از بزرگوارا و همچنان عید برشان مبارک بگوییم تا که فرصت میشه و خدمتشان میریم. خیلی خوب. در مورد رمضان بگوییم عید فطر یک پاداش خیلی بزرگی است که بعد از یک امتحان و تلاش زیاده که ماه رمضان است دنبال مسلمان ها میآید. شما رمضان چگونه سپری کردین و همچنان میشه درباره تفاوتی که عید امسال داره با عید سالهای قبل و بخصوص سال گذشته میشه این بارم صحبت‌های داشته باشین؟ خب ماه مبارک رمضان که یک کارخانه انسانسازی بوده و هست و انسان را از تاریکی ها به روشنی ها میکشانه و سبب میشه که
انسان اعمال زشتی را که انجام داده، گناه ها را که انجام داده، فرصتی را الله تعالی برش مساعد میکنه که او توبه بکنه و مغفرت بخواه از الله تبارک و تعالی. دیگه ماه رمضان یک ماه پربرکت و پرفیض است. کوشش بکنیم که ماه رمضان خود تمام شد، قسمی که در ماه مبارک رمضان بودیم به مو شکل رمضانی باقی بمانیم. دیگه الله رحمان را سپاسگزار هستیم که چنین ماه را نصیب ما کردن. و درباره تفاوت ماه مبارک رمضان سال قبل با امسال باید یادآور شد که در امسال ما بسیاری از دوستا را با خود نداشتیم، خصوصا علما را و او تعداد برادرایی که سعی تلاشی در جامعه میکنن اونا را با خود نداشتیم. در اثر حوادث اونا را از دست دادیم و او تعداد کسایی که حق را به زبان جاری میکردن مثل استاد عاطف شهید، مثل استاد مسلمیار شهید و امثال این علمایی که به شهادت رسیدن. تفاوت امی است که سال قبل ما همچون افرادی را در کنار خود داشتیم، لیکن متاسفانه که امسال با خود نداریم و این یک ضایعه خیلی بزرگی هست. و تسلیت باشه به همه ما که علمای خیلی عزیز و معزز خدا از دست دادیم، ولی خداوند باقی علمایی که هستند و شماها را با ما داشته باشه. خب چه خاطره ای است از عید که شما از عیدای گذشته خاطرات جالب داشته باشین یا از ایام کودکی؟ و در عید چه موردی است که خیلی بر شما خوشایند است و یک سال مکمل منتظر می باشین که عید برسه و اتفاق بر شما بیفته؟ خب چیزی را که من خیلی منتظرش می باشم در عید و دوستم دارم که عید زودتر برسه این است که از نماز بر بگردم در خانه و از مادرم شروع بکنم بوسیدن دستشان را. این یک احساس خیلی خوبی برای من میده. همین قسم منتظر میمانم که پدرم از نماز بیایه، برادرایم از نماز بیاین. یعنی لحظه خیلی خوشایند است که در طول سال من منتظرش میباشم و همچنان گرفتن ایدی هم که خیلی خوشایند است. ایدی گرفتن یک لذت دیگه داره. خب حالا که از ایدی یاد کردین، پس چه کسایی است که بر شما ایدی میتن؟ چون فعلا خیلی هستن شکایت میکنن که همگی خسیس شده و ایدی نمیتن. اتفاقا شما از ایدی یاد کردین که یا بر شما ایدی میتن و بیشترین و کمترین مقدار ایدی را که جمع آوری کردین چقدر بوده؟ خب معمولا که پدر جانم هست، مادرم هست، برادرایم هست الحمدلله و کاکایمشان هستن که اینا ایدی میتن. تا اکنون بیشترینش تا 5000 و فعلا البته دیگه کمترینش هم که تا 2000 باشه. کمترینش 2000 بوده. بله. پس حتما کسایی که به شما ایدی میتن خیلی سخاوتمند هستن. و همچنان شما خودتان چطور در ایدی دادن علاقمند هستین و آیا کس را ایدی میتین نمیتین؟ دوست دارم که برای دیگران ایدی تقدیم بکنم، چون میفهمم که امی حسی را که من دارم اونا می حس را دارن دیگه. الحمدلله که در مقابل از هم سخاوتمند است. خیلی خوب. همچنان عید یک فرصتی است به خاطر از اینکه ما کینه ها را از بین ببریم و مثلا با خیلی هم ممکن خفه باشیم، از بعضیا دلخور باشیم. نظر شما در این مورد چی است که عید چقدر میتونه موثر باشه به خاطر از اینکه رابطه ها را حفظ بکنیم و کینه ها را از بین ببریم؟ خب کینه و بغض یگانه عامل از بین بردن راحتی یک فرد است. کسی که کینه می داشته باشه، بغض می داشته باشه، طبعا که شبها راحتی در وجودش نیست و کوشش میکنه که چه زمانی موقع برابر شد تا انتقام بگیره و مو گپ هایی را که از هیجان زیاد و یا از وسوسه های شیطان را چه زمانی او را بر روی شخص بکشانه. لیکن بخشش یک صفت پیامبری است و الله تبارک و تعالی بری سخن اشاره میکنه و همچنان پیامبر صلی الله علیه و سلم. و یک مسئله مهم است خصوصا در عید. اگر بعد از ماه مبارک رمضان
بازم یک شخص در امو کینه که داره باقی بمانه، در اصل به این معنا است که عبادت خود را درست انجام نداده و عید بهترین یک موقع است به خاطر از بین بردن کینه ها. اگر واقعا دوست دارین که الله تعالی عباداتتان را قبول بکنه و بتانین در زندگیتان راحت باشین، سعادت دنیا و آخرت نصیبتان شود، پس بهتر است که کینه ها را از دل خود دور بسازین. خیلی خوب. همچنان عید فرصتی است که خیلی سر میزنن به دوستای خود، به خانه اقارب. شخصا اگر خودم بگویم در جریان جز از عید به استثنای عید خیلی وقتهای مصروف داریم یا در مجموع زندگی ها مصروف شده. یک فرهنگ دیگه هم که بین همگی و به خصوص ما افغان ها بیشتر رایج شده استفاده از شبکه های مجازی است. فرضاً در یک جمعی از مجلس همگی ششتن و میبینیم که همه مصروف موبایل های خود هستند. شما چقدر اهل دنیای مجازی هستین و چقدر وقت میتین به فضای مجازی و اگر هستین چگونه ارزیابی میکنین این فرهنگ؟ یا حداقل شما از جمله کسایی هستین که مهمان برین یا میزبان باشین مصروف موبایل باشین؟ خب در کل هر چیز یک خوبی خود را و یک بدی خود را حتما داره. استفاده از دنیای مجازی که امروز جهان را مثل یک دهکده کوچک ساخته، این بسیار خوب است. لیکن چنین یک فرهنگی که مثلا در روز عید ما بریم لیکن دوستای ما مصروف موبایل خود باشن و یا ما مصروف موبایل شویم، این خیلی زشت هست و سبب میشه که امی محبت و الفت و صمیمیت از بین بره که ما شاهد از این هستیم که باعث مشکلات زیادی میشه. دیگه خودم کوشش میکنم که اکثر اوقات وقت خود را در او چیزهایی بدم که اونا مفید تمام میشن و برای دنیای مجازی هم وقت میتم، لیکن به او اندازه اینی که مضر تمام شود. اگر تقسیمات بکنیم در یک شبانه روز یا 24 ساعت، شما چقدر میتین به دنیای مجازی و استفاده کردن از مثلا فیسبوک و شبکه‌های مختلف؟ خب من اکثرا مصروف می باشم، فقط ساعتای 8 تا 7 شب 1 ساعت یا نیم ساعت را وقت میتونم به دنیای مجازی، دیگه در کل مصروف می باشم. و از دید شما بدیل استفاده کردن از دنیای مجازی و مثلا ضایع کردن وقت با فیسبوک و بعضی چیزهای دیگر، بدیل از این مصروفیت چی میتونه بهترین بدیلش باشه؟ بهترین بدیل از این میتونه که مطالعه باشه، رساندن دین برای دیگران باشه و بزرگترین مسئولیت که رسالت است و سبب تقرب یک شخص به الله سبحانه و تعالی میشه و پیامبر صلی الله علیه و آله نیز برش امر میکنه. اگر بدیلش بهترین بدیل می هست و نشستن در کنار فامیل، خانواده، رد بدل کردن مشوره ها، تصامیم میان دوستا، میان اساتید. وقتی از مطالعه شما یاد کردین، پس شما خودتان چقدر اهل مطالعه هستین و در یک شبانه روز بازم چقدر وقت میتین به مطالعه کردن؟ خب من برای مطالعه متوسط، نه بالا و نه هم پایین، متوسط برش وقت میتونم، چون اکثرا مصروف تدریس هستم، از طرف شب بیشتر مطالعه میکنم و در طول روزم ساعتهای بیکاری که برام وقت پیدا شوه کوشش میکنم مطالعه بکنم، چون مطالعه انسان ساز است و تفاوت است میان یک شخصی که سخن میگه با تفکر و پر از علم با شخصی که علم نداره و مطالعه نداره. کدام کتابی است که تا امروز بهترین کتابی بوده که شما مطالعه کردین و اگر عمومی بگوین چه نوع کتاب‌هایی را بیشتر شما مطالعه میکنین؟ اگر قسم دیگه اگر این سوال مطرح بکنیم، بیشتر نیاز است که چه کتاب‌هایی باید مطالعه شود و بهترین کتابی که شما تا امروز مطالعه کردین کدام کتاب بوده؟ بیشترین نیاز جامعه که باید مرفوع شود او شناخت دین هست. البته نظر به عصر کنونی ما چگونه میتونیم پیشرفت ها را در یک جامعه بیاریم و
کتاب هایی که مربوط به سیاست شود، چون ما میدانیم که الحمدلله دین و سیاست ارتباط خیلی مستحکمی بین خود دارند و در دنیای امروزی نیاز به این است که مطالعات عمیقی در این رابطه صورت بگیره و اینکه جوانان چی مسئولیتی را در یک جامعه ایفا میکنن. و یک کتابی را باید یادآور شوم که گاهی که من جگرخون یا غمگین می شدم، یک کتاب هست به نام کلبه احسان شود روزی گلستان غم مخور که نظر به آیات و احادیث صحیح رسول الله صلی الله علیه و سلم لا تحزن غم مخور او کتاب دیگری است و این کتاب هم خیلی یک کتاب پرمعنا هست. واقعا ما هم این کتاب مطالعه کردیم و یک تاثیر واقعا خیلی مثبت و چشمگیر در زندگی آدم میاره و توصیه میکنم که دوستای ما خیلی شکایت میکنن که ما روزای عید خستکان داریم و در خانه خستکان سپری شده میره و جایی نمیرن و مقصد مهمانایشون هم کم است. پس توصیه میکنم که از این فرصت استفاده بکنن تا اینکه ما پس از عید دوباره بریم به زندگی مصروفیت و روزمرگی خود از این فرصت استفاده خوب بکنن و مطالعه بکنن. خب شما خیلی از مصروفیت هایتان یاد کردین، پس در پالوی مسئولیت های خانه رو چقدر دارین؟ شما چقدر اهل کار خانه هستین یا مثل من خانواده همیشه از شما تا شکایت هستن؟ خب مسئولیت خانه را بدوش تا جای البته، چون الحمدلله خواهرای ما هستن و مثل یک دوست در کنار ما هستن، همکاری میکنن. هیچگاهی فکر نکردیم خواهرم باشه، بلکه فکر کردیم دوستای ما هستن و مادرم که الحمدلله ستون بزرگی را تشکیل میده در فامیل، همکارای خوبی هستن در کنار من و من زیادتر مصروفیت های بیرونی دارم. در خانه هم فعالیت دارم لیکن کم. یعنی اهل آشپزخانه رفتن و اهل ظرف شستن نیستین؟ هستم لیکن کم. خب خیلی خوب، حداقلش هم باشه کفایت میکنه. خب میشه شما میوه بگیرین و چایتان بگیرین، عید است. و میریم به بخش دیگه از سوالای برنامه ما که پاسخهای خیلی کوتاه داره و پاسخش باید خیلی کوتاه بدین. درست. تا امروز بزرگترین دستاورد زندگیتان چی بوده؟ داشتن مدرسه ازواج مطهرات. خیلی خوب. بزرگترین حسرت زندگیتان؟ از دست دادن استاد شهید مسلم یار. خداوند مغفرتشون بکنه. نگران آینده هستید یا به فکر گذشته؟ گذشته ها خو رفت، لیکن نگران آینده هست. به خاطر این آینده چقدر امیدوار هستین؟ یا میشه بگوییم چقدر مثبت هستین؟ 80%. الحمدلله. الحمدلله 80% خیلی فیصدی بالایی است و امید چیزی است که همیشه باید در وجود ما جریان داشته باشه، در رگ‌های ما جریان داشته باشه، چون بدون امید ما نمیتونیم زندگی بکنیم. خب شما آدم خوشبینی هستین یا بدبین؟ من آدم خوشبینی هستم. حدس میزنم چون نظر به درصد امیدواریتان که گفتین در فیصدی 80%، طبیعی است که آدمایی که در حد 80% امیدوار باشن آدمای مثبت بین و خوشبین هستن. خب اگر قدرت بی پایان داشته باشین، بزرگترین پدیده منفی را که از زندگیتان یا از اجتماع دور میکنین چیست؟ بین جهل، جنگ، تعصب، فقر یا چیزی دیگه که از دید خود شما باید حذف شود؟ خب بین این چند شماره که شما یادآور شدین باید جهل را از بین ببرم. جهل. وقتی که جهل از بین رفت طبعا که این چندین شماره که شما گفتین اینا خود به خود از بین میرن. خیلی خوب. و اهل سفر هستین یا خیر؟ دوست دارم که سفر داشته باشم. داخل افغانستان یا خارج از افغانستان؟ اگر داخل کدام ولایت و اگر خارج از افغانستان کدام کشور؟ خب در داخل
ولایت پنجشیر را دوست دارم، بسیار جاهایشم رفتیم. دیگه دوست دارم که مساعد شوه برم به آخرین قسمتش که پریان است انشالله. و خارج از افغانستان هم دوست دارم که یک بار سفری داشته باشم به فلسطین. خیلی خوب. و اینجا یک وجه مشترک بین ما و شما وجود داره. من هم پنجشیر دوست دارم. انشالله هر وقت رفتین مرام خبر بکنید. انشالله حتما. انشالله. خیلی خوب. یک بخش دیگه هم از سوالا داریم که چند کلمه ای را من بر شما میگم و شما احساستان خیلی کوتاه بر از او بگوین. 2-3 کلمه. درست. احساستان در مورد کلمه زندگی. زندگی یک کلمه خیلی زیبا هست، مگر ای که ما زیبایی هایش را بشناسیم که هر او عبارت از نعمات الله تعالی است. خیلی خوب. رفاقت. رفاقت کلمه زیبا هست، تطبیقش خیلی سخت واقعا. و همچنان سلامتی. سلامتی بزرگترین سرمایه زندگی یک فرد و همچنان یکی از نعمت‌های بزرگ پروردگار بر ما هستند. بله. خب خیلی خوب. بسیار تشکر بانو بهشته که تشریف آوردین و بر ما وقت گذاشتین. بازم عید شما مبارک باشه و همچنان عید تک تک از عزیزای ما که ما را تماشا میکنن مبارک باشه. ایام خوش داشته باشن و روزای عید به خوشی کنار خانواده هایشان سپری کرده باشن. یک میان برنامه کوتاه داریم و دوباره در استودیو با مهمان بعدی برمیگردیم. جای نرین، همراه ما باشین. بازم سلام مجدد دارم خدمت عزیزای ما. عید شما مبارک باشه. در ویژه برنامه اختر لهلال سره با شما در خدمت شما قرار دارم و در قسمت اول با مهمان عزیز ما بهشت موحده بودیم، صحبت خیلی شیرین با اونا داشتیم و حالا هم در استودیو یک بانو دکتری را با خود داریم، بانو پیمانه رحمانی که تشریف آوردن و عرض سلام خدمت شما. خیلی خوش آمدین. عید شما مبارک باشه. میریم امروز شما قسم شروع میکنیم که چون ایام عید است، سوالان باید از چگونگی تجلیل جشن عید شروع شود. از عید چگونه استقبال کردین؟ چگونه شروع کردین عید؟ الحمدلله هدانا لهذا و ما كنا لنهتدي ان هدانا الله تقبل الله منا و منکم طاعة والعباد والصالح الاعمال. عید سعید فطر را بر شما و از طریق برنامه زیبای شما به کافی ملت مسلمان و غیور افغانستان و تمام جوامع اسلامی تبریک و تهنیت عرض می دارم. ثانیاً الحمدلله عید خوبی را داشتیم و از ابتدا و آغازش تا الحال الحمدلله خیلی خوب گذشته. خیلی خوب. عید سال گذشته همه ما به یاد داریم که خطر بزرگ حیاتی همه ما را تهدید میکرد و مسائل ویروس کرونا بود و مسائل صحی بود و رفت آمدا کمرنگ شده بود. هرچند هنوزم مسئله کرونا وجود داره و باید کلا جدی گرفته شده، ولی کمک اوضاع بهتر شده نسبت به سال پار. به نظر شما چقدر تفاوت وجود داره مشخصا بین سال عید سال گذشته و امسال؟ سال گذشته ما شاهد یکی از خطرناکترین ویروس های جهان که حتی تقریبا میشه بگیم تمام جهان را به لرزه در آورده بودن، ویروس کرونا بودیم و سال خیلی نسبتا بد را داشتیم به نسبت از اینکه اکثر از دوستا و عزیزانمان را در اثر امی ویروس از دست دادیم و داشتیم کسانی را که به خاطر امی ویروس نتونستن خوشی هایی را که باید در این داشته باشن می داشتن. دیگه الحمدلله چون امسال نسبتا کمتر هم بوده و دیگه ای که در بین مردم ما قدر پر رنگ نبود، بنابراین مردم تانستن بهتر از این تجلیل هم بکنن و به خانه اقارب و دوستایشان هم برن. از نظر شما عید چه پیام را میتونه بر ما داشته باشه؟ چه پیامی است که در عید نهفته است؟ پیام عید قسمی که از زمان رسول الله صلی الله علیه و سلم که ابتدا و آغاز اسلام را نمایانگر بودند، از او زمان تا الحال پیام صلح، دوستی، آشتی، محبت و صمیمیت را در سراسر تمام کشورها مخصوصا کشورهای اسلامی اعلام میکرده و به شکلی بوده که الحمدلله در هر جا و هر نقطه‌ای ولو که خیلی از مردم ها با همدیگرشان نسبتا کینه و بغض هم داشتن، ولی به نسبت آمدن عید
محبت ها در قلب هایشان جایگزین شد. خب یک تصور یا تصویر عمومی بود که شما از عید گفتین. اگر شخصا از خودتان بپرسیم عید به شما شخصا به خودتان چی مفهوم داره؟ عید بر من شخصا معنای رهایی از غم ها و ناراحتی ها و رسیدن به آرامش و سلامتی است. خیلی خوب. در عید دقیقا منتظر کسی خاصی می باشه که در عید منتظر باشین که به خانه ما بیایه؟ اقارب باشه، دوستا باشه؟ بله بله، من بیشتر منتظر استادانو می باشم، مخصوصا زمانی که اونا به داخل خانه میاین. من تصور میکنم دنیای از خوشی را بر من بخشیده باشن. حتما استادایتان هم خیلی محترم و معزز هستند که چقدر فرهنگ خوب که استاد بتونه به دیدن شاگرد بره و این واقعا بسیار یک پیام مثبت میتونه در این مفهوم باشه. بریم به سوالای عمومی تر. شما رمضان چگونه سپری کردین؟ الحمدلله رمضان را خیلی خوب آغاز کردیم و خیلی خوب به پایانم رساندیم. انشاءالله که از ما رمضان خوش رفته باشه. الحمدلله رمضان خیلی خوبی بود و اگر تا جای هم بیایم دقیق تر و عمیق تر نگاه بکنیم، این رمضان نسبت به رمضان های سالهای قبل خیلی بهتر هم بود. به نسبت از اینکه آب و هوا هم سردتر بود و گرمی نداشتیم و ویروس هم در بین مردم کمتر منتشر بود و نسبتا گرچند روزها در آخر خیلی طویل هم شد ولی خیلی خوب بود الحمدلله تا آخرین دمش. و همین رقم طاعات و عبادات را هم میشه بگیم که الحمدلله مردم تانستن خیلی خوب و به راحتی داخل مساجد برن و نمازهای خود را به شکل درست و کاملش ادا بکنن و این شکل کسایی که در خانه ها بودن به شکل خوبتر تانستن هم اعتکاف داشته باشن البته در مساجد و همین قسم عبادت های خودشان را انجام بدن. الحمدلله خیلی خوب یک رمضان عالی را داشتیم. ولی بعضی از ناراحتی هایی است که انسان را واقعا خیلی رنج میده. مثلا ما سالهای قبل در کنار خودمان کسانی را داشتیم که اونا رمضان را خیلی مشتاقانه منتظر آمدنش و سپری کردنش می بودن، ولی با تاسف ما اونا را امسال در کنار خودمان نداشتیم دیگه. امیدوار هستیم که الله متعال کسانی را که یعنی توقعی از این را داشتن که در این رمضان باشن ولی نتانستن، الله متعال مغفرت بکنه آمین. و اجر بی پایان را نصیبشان بکنه و چون این یک صدقه جاریه است انشاءالله در حقشان همیشه دعاگو خواد بودیم. آمین. خب بریم به بخش شخصی از زندگی شما. بزرگترین آرزویتان که به خاطر از او زندگی میکنین یا مشخصا بعضی از آرزوهایی است که هر باری که انسان چشم میپوشانه حتی شب وقت میخوابه با آخرین موردی که فکر میکنه او است، یا وقت صبح دوباره بیدار میشه اولین موردی که دوباره در ذهنش میآید امو آرزو است. شما چی آرزویی بر دل دارین که همین قسم همیشه در ذهنتان است و ذهنتان هم مشغول ساخته؟ الحمدلله از زمان شناخت خودم تا الحال یک آرزو که البته هدف زندگیم است که او البته رسیدن به رضای الله و ملاقات الله است. بنابراین ما دنیا را فقط وسیله به خاطر رسیدن به همین هدف خود میپندارم. از همین خاطر چون الله ما را خلیفه روی زمین و جانشین خودش و ایمارگر روی زمین تعیین کرده، بنابراین تلاش میکنم روی زمین بندگی واقعی الله را انجام بدم تا بتانم به هدف خودم برسم. خداوند توفیق بده. خیلی هدف ارزشمند است. آمین. بهترین کاری که تا امروز انجام دادین و از خاطر از او خوشحال هستین کدام کار بوده و همچنان متضاد از این بدترین کاری که تا امروز انجام دادین و همیشه به خاطر از او پشیمان هستین که ای کاش انجامش نمیدادم کدامش بوده؟ کدام کاری بوده؟ بهترین کارم البته 2 یا 3 دانه را میشه بگم. یکی که من دعوت را الحمدلله آغاز کردم، این بهترین کارم بود و ثانیاً من تانستم کسی را که به بدترین شرایط قرار داشت با وجود از اینکه من هنوز محصلم در بخش طب ولی الحمدلله تانستم یک کار بهتر را به خاطر نجات زندگیش انجام بدم. این بهترین بوده. و بدترین کارش میشه بگم چون درس‌های من خیلی زیاد بودن نتونستم که به درس‌های استاد خود برسم. البته خیلی توقع داشتم در درس‌هایشان باشم که با تأسف نتونستم و این یگانه چیزی است که هر زمان مرا رنج میده. خب امیدوار هستم که دلتان قناعت بکنه و از این رنج رهایی پیدا بکنین. خب درباره زندگی خانوادگی تان اگر بگوین، شما چند خواهر و برادر هستین؟ اولاد چندم خانه هستین؟ و در خانه چی مسئولیت ها و مصروفیت های دارین؟ الحمدلله ما 6 خواهر هستیم و 2 برادر بزرگوار دارم
و خودم پنجم هستم از خواهرام، البته باز به شمول مکمل خانواده و اولاد ششم خانواده حساب میشم و الحمدلله خوب است. خب در ایامی و نزدیکای عید که میشه کارهای خانه خیلی زیاد میباشه. چه کاری است که شما به خاطر عید رو انجام میدین؟ معمول است که مشخصا مسئولیت همیشگی شما باشه. اسما البته پاکاری است در کل، ولی بیشتر امی شستن پرده های خانه. خیلی کار مشکل است. با واقعیت مشکل است. کدام کاری است که زیاد ازش خوشتان نمیآید؟ مثل ما نگوین همه کارا. کدام کاری است که خیلی ازش بدتان میآید؟ امی شستن پرده، چون عادت شده بر من، بنابراین از این قدر خوشم نمیآید. خیلی خداوند برتان قوت بده بخاطر که از کاری که مسئولیتتان است از شما بدتان میآید. کدام کار است که خوشتان میآید؟ معمولا این خود طبیعی است، همه دوست دارن کارایی که ساده باشه رو انجام بدن، کارهای ساده تر از این. مثلا اون کار ساده چی کار میتونه باشه؟ مثلا به من یاد بدین که ساده ترین کار کدام کار است؟ مثلا شستن شیشه ساده نیست، ساده است. خیلی خوب. فکر کنم به شما ساده باشه، نه به کسایی که مثل من تنبل هستن. خب میریم به بعضی از سوالایی که پاسخهای کوتاه داره. قسمی که از بهشته جان پرسان کردم، بزرگترین دستاوردتان تا امروز؟ الحمدلله تربیت کردن اکثریت از شاگردان و کسایی که تانستن راه و مسیر دعوت را پیش بکنن. خیلی خوب. زیباترین پدیده آفرینش از دید شما چیست؟ عقل. الحمدلله. الحمدلله. خب بازم میریم به سوالی که از بهشته جان پرسان کردیم. شما اگر قدرت بی پایان می داشتین، از اونا پرسان کردم که چی پدیده منفی بود که شما او را حذف می کردین. برعکس از او، اگر شما قدرت می داشتین، چی چیز است یا چی پدیده است که در اجتماع موجود نداره و او را شما بنیانگذاری می کردین؟ دقیقاً بازم عین سوال خب با عین جواب است، به این دلیل که علم بهترین سرمایه است. ما اگر دقت بکنیم به جامعه هایی که پیشرفته و مدرن هستند، اگر واقعا دلیل پیشرفتشان را بخوایم پیدا بکنیم، یگانه دلیلش داشتن علم بوده. خیلی خوب. و بزرگترین ترستان در زندگی؟ بزرگترین ترس، الحمدلله در زندگی از هیچ چیز ترس ندارم. خیلی خوب. پس آدم جسوری هستین. الحمدلله. شکر است که ما دختر خانمای خیلی با جسارت هم داریم. الحمدلله. تندترین رفتارتان در وقت که عصبانی میشین؟ در عصبانیت زیاد شاید هیچ صحبت نکنم، سکوت. چقدر آدم جدی هستین؟ در حد چند درصد یک آدم جدی هستین؟ 95%. آدم جدی هم هستین ولی در تندترین وضعیت عصبانیت سکوت میکنین. این خیلی سخت نیست به نظرتان؟ مشکل است، اما الحمدلله هر دو در یک بدن جا شده. اما به نظر من آدمی که خیلی جدی باشه در فیصدی 95% و او بتونه سکوت بکنه، ای واقعا که خیلی یک قوت زیاده میخواه. و بهترین دوستتان؟ بهترین دوست من یک خواهرک خیلی خیلی خوبم است، ندا جان. اونا بهترین دوستم است. خیلی خوب. ما هم سلام تقدیم میکنم خدمت ندا جان و ایده‌شان مبارک میگم. بعضی از کلمات را از شما میپرسم و شما باید خیلی کوتاه در مورد کلمات احساستان بگوین. خوشبختی، رسیدن به هدف. حالا هر هدفی که باشه. بله. ثروت، وسیله رسیدن به هدف. یعنی زندگی نیست، اولویت هم نیست، وسیله است. وسیله است. خیلی خوب. حسادت، بدترین حس درونی یک فرد. واقعا. انتقاد، انتقاد واژه‌ای خوبه به خاطر شناخت خود فرد. چقدر آدم انتقاد پذیر هستین شما خودتان؟ 80%.
اگر کسی انتقادی به شما بکنه، برخوردتان، عکس العملتان بر از چی خواهد بود؟ ما کسی را که بر من انتقاد بکنه را خیلی دوست دارم، به این دلیل که او دوست من است، بر من نشان میده شاید جایهایی باشه که من خالیگاه ها داشته باشم، خلاهایی را داشته باشم، پس انتقادهای از او سبب میشه که من او را بتونم پر بکنم. بدون شک که انتقادات همیشه سازنده هستند، ولی متاسفانه در جامعه ما گاهی وقت جای هیچ خلایی نمی باشه ولی انتقادات می باشه. پس حداقل باید همگی تلاش بکنن که انتقادای سازنده و بجا داشته باشن که حداقل همو حوصله‌مندی کسی که انتقاد پذیر است خیلی ختم نشه. غیبت عادت بدی که انسان را دشمن فرد دیگه می سازه. یعنی شما اهل غیبت هیچ نیستین؟ الحمدلله، اما در بعض موارد چون اسلام هم اجازه میده بحث کردن روی از اون مسائل خوب است. چون متاسفانه حالا ما که میبینم فرق نمیکنه، هر دو طبقه یا دو قشر از جامعه به این مرض مهلک خیلی دچار هستن، ولی بیشتر این تهمت زده میشه به طبقه اوناست. شما در این باره چی نظر دارین؟ فقط غیبت پدیده است که منحصر به طبقه اوناست است یا بعضا طبقه ذکور هم گاهی غیبت میکنن؟ با تاسف گرچه را یعنی خصلت خوبی نیست، اما فعلا ما شاهد از این بیشتر به طبقه ذکور هم هستیم. طبقه اوناس فعلا نسبتا کم شده، برعکس شده، اما طبقه ذکور بیشتر در این مسائل پیش هستن و غیبت بیشتر میکنن. امیدوار هستم یک روز ما شاهد باشیم که پدیده کلا ریشه کن شود از همگی. خب در مورد کلمه محبت احساستان به معنای یک جا ساختن دو دل، یعنی صمیمیت بیشتر. محبت از دید من یعنی رسیدن به اعماق تفکر همدیگر و همدیگر پذیر بودن است. خانواده به معنای دارایی همیشگی یک فرد. چقدر جوابای خیلی دقیق میتین. و کلمه صلح به معنی ثبات، به معنی پیشرفت، به معنی مدرن بودن. و همچنان صلح کلمه‌ای که آرزوی تمام هر فرد جامعه ماست. به امید روزی که ما به دست بیاریم این آرزوی خدا که بدلهای همگی ما چنگ زده ای آرزو. خب خیلی خوب بانو پیمانه، بسیار تشکر از شما. سلامت که تشریف آوردین. بازم عید شما مبارک باشه و باقی روزهای عیده که امروز است و شاید هم فردا که عید خانم ها زیادتر از 3 روز است، خوش و خوب کنار دوستایتان خانواده‌تان سپری بکنیم. بازم عیدتان مبارک. زنده باشین تشریف آوردین. دوستای عزیز، یک میان برنامه کوتاه داریم، ما هستیم جای نرین، دوباره برمیگردیم. بینندای عزیز، بازم عید شما مبارک باشه و من خیلی خرسند بودم که 1 ساعت در خدمت شما عزیزان قرار داشتم. امیدوار هستم روزهای عید همتان با خوشحالی و عافیت و صحتمندی کنار خانواده‌تان، کنار دوستایتان سپری کرده باشین و امیدوار هستم که او عید از دوستای ما که هنوز ما اونا را ندیدیم، به خدمتشان رفتن نتونستیم، از ما ناراحت نشن. سر فرصت ما به خدمتشان میریم و تا ای که ما پیششان بریم و به خدمتشان برسیم از اینجا عید برشان مبارک میگیم و همچنان از ما دلخور نباشن. امیدوار هستم روزای عیدتان با سلامتی و عافیت سپری بکنین و همچنان تاثیر عبادات و تزکیه هایی که در رمضان زحمت کشیدیم تاثیر یعنی از دست ندیم. خب من بازم میگم خیلی خرسند شدم که امروز 1 ساعت در خدمت شما عزیزان قرار داشتم. برنامه ویژه اختر لهلال سره به همینجا به پایان میرسه. تا برنامه آینده که من بازم خدمت شما عزیزان قرار میگیرم، همیتان به الله متعال امانت میکنم. ایام به کامتان باشه، عیدتان مبارک باشه و طاعت عبادات همیتان به درگاه حق قبول و مقبول باشه.